جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. ماه رمضان ماه زیاد صحبت کردن نیست، نه روزش، حتی صحبت دینی. ماه عمل دینی است. ماه تغییر رفتارهاست، نگرش هاست، باورهاست، نیت هاست، عاطفه هاست. عاطفه کاذب هم داریم، نزدیکی هاست، دوستی هاست. چه زیبا میگه، هر دوتا میگن ای رب. روزه میگه ای رب منعته الطعام و الشراب. قرآن میگه ای رب منعته النوم. هم انسان نوشیدنی دوست داره و هم خوردنی دوست داره و هم خواب دوست داره. قرآن میگه ای رب من کتاب تو هم کلام تو هم. همونطور که روزی میگه ای رب تو منو به عنوان یک دوست برای بنده مسلمانت فرستادی که کمکش بکنم در روز و رشدش در نخوردن و در نیاشامیدنش هست. قرآنم میگه ای رب منم دوست دوم. شب خواب شیرین و گوارا رو ازش گرفتم که با من در مقابل تو بیسته و قیام بکنه و به تلاوت من بپردازه. منو شفاعت بده داخلی، به من اجازه بده تا شفاعتش بکنم. این بندی است که کلام تو را دوست داشته، از شنیدنش خسته نمی‌شده.